خوابیدن کودک کنار پدر و مادر فقط یک معنا داره از نظر من، اونم یعنی خطر. مامان گرامی و دلسوز، بابای عزیز، اجازه ندید فرزنداتون کنار شما بخوابن. هر چقدر که احتیاط میکنی، هر چقدر که آگاهی داری، ولی بازم لطفاً نذار بچت کنارت بخوابه. بچه ها باید سوا بخوابن. اگر بچه اضطرابی دارید که به خاطر ترس کنار شما میخوابه، اول منبع اضطرابش رو پیدا کنین، برید سراغ درمانش و بعد جداش کنید. چه سنی برای جدا خوابیدن بچه ها مناسبه؟ سنی که بچه ها بتونن مامان و بابا رو صدا کنن برای خوابیدن جدا مناسبه. حالا تو 1 سال و نیمه، تو 2 ساله، هر سنی که بچه بتونه مامان بابا رو از خطرات آگاه کنه، اون سن مناسب جدا خوابیدنه. پس